امیدوارم حالتون خوب باشه. من الیرور هستم و تازه پردام توی یوتیوب شروع کردم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرین و قبل اینکه ویدیو رو شروع کنم لطفاً لایک و سابسکرایب کنین و اون زنگوله هم بزنین رو آل که وقتی من ویدیو دادم نوتیفیکیشنش براتون بیاد و منو حمایت کنید. خب حالا بریم سراغ ویدیو امروز من در مورد آشنایی با منه. چند سالمه، اسمم چیه، اهل کجام و فیوریتم چیه، از این حرفا. خب من اسمم النا هستش، 15 سالمه، یعنی 15 سال کاملم نشده، یه چیزا بین 14 و 15 سالمه، ولی خب تا 9 مهر تازه میشه 15 سالم. یعنی اگه بخوام تاریخ دقیق تولدم بهتون بگم میشه 9/7/1388. یعنی 9 مهر من تازه 15 سال کاملم میشه. و اینکه اهل کجا هستم؟ من اهل کرمان هستم، یعنی اصالتا تو خود کرمان به دنیا آمدم، هم اهل کرمان هستم. اینکه چه کتابایی رو دوست دارم یا فیوریتام چیه؟ در مورد فیوریتام اگه بخوام بگم، من عاشق قدم زدن توی جنگل مه‌آلود هستم یا کتاب خوندن، آهنگ گوش دادن. اینا جزو فیوریتام هستش. مخصوصا یکی از فیوریتام بستنی خوردن با طعم توت فرنگی تو هوای داغ تابستون خیلی میچسبه، اصلا حس بهشتی میده. خب حالا چه کتابا رو خیلی دوست دارم؟ من کتابا رو با ژانر مثلا رازآلود، ژانر جنایی، ژانر ترسناک و از اینجور کتابا رو خیلی دوست دارم. مثلا اگه رمان باشه، و از این ژانر داشته باشه، قطعا یکی از کتابا مورد علاقمه. و یکی از کتابایی که مثلا توی این ژانر خوندم و خیلی از نظرم عالی بود، اگه بخوام بهتون معرفی کنم، میشه کتابخونه ارواح. این کتاب واقعا عالی بود و تا یه حدودی هم ترسناک، نه اینکه خیلی ترسناک باشه، ولی تا یه حدودی که من خوندم واقعا خوب بود. بعد چه فیلمایی رو خیلی دوست دارم؟ من خیلی فیلم رو دوست دارم، مثلا سریال و فیلم زیادی نگاه میکنم. یه چیزم میگم که یادم نره، من اوتاکو هستم. 3 سال فکر کنم، نه 4 سال 3 سال، حدود 3 سالی که من اوتاکو هستم و انیمه خیلی مختلفی رو دیدم. و بهترین انیمه که از نظر من تا الان دیدمش و عالی بود، انیمه سگ‌های ولگر بانگو بود. این انیمه واقعا خیلی پر محتوا عالی بود، هم کیفیتش، هم داستانش، هم شخصیت‌های انیمه عالی بود، همه چیزش. و اینکه اون تون انیمه قشنگ من یه حسی بهم دست داد که انگار باید حتما برم توی مثلا اینجور انیما، برم مثلا نویسنده‌شو پیدا کنم، کارگردان این انیمه رو پیدا کنم، ببینم چه انیمای دیگه ساخته شده که بر اساس این داستان، یعنی این داستانشون مثل انیمه سگ‌های ولگر بانگوه، برم ببینم مثلا چه انیمایی هست در مورد این موضوع. و انیمه خیلی مثلا که مثل این انیمه باشه پیدا نکردم، ولی در کل این انیمه و انیمایی که بر اساس این ساخته شده، بر اساس این موضوع ساخته شدن، عالی بودن. حالا بریم سراغ این که چه کارهایی منو خوشحال میکنه. تا حالا به این موضوع واقعا فکر نکرده بودم، چه کارهایی منو خوشحال میکنه. ولی اگه بخوام بگم که چه کارهایی منو خوشحال میکنه، موزیک گوش دادن، راه رفتن دیگه، غذا خوردن، اینا حتما خوشحال میکنه. چه کارهایی، یا بهتره یه سوال دیگه بگم که توی تولدم دوست دارم چه کادویی رو بگیرم و دوست ندارم چه کادو رو نگیرم. کلا یه سری کادو هست دوست دارم بگیرمشون، یه سری کادو هست نمیخوام بگیرمشون. مثلا این میمونه که من بچگی مثلا تولد داشتم، نمیدونم خاله، فامیل اینا میومدن به تولدم یه ظروفش 106 تا می آوردن یا پارچه آب می آوردن. خاصشون چی بود؟ مثلا برای بچه 1-2 ساله که تولدش دوست داره یه عالمه ذوق کنه، اسباب بازی میخواد، چیز رنگ و رنگ میخواد، شما میان یه عالمه مثلا ظرف و اینا رو میارین. فازتون چیه خدا وکیلی؟ خب حالا بگذاریم چه کادوهایی رو دوست دارم بگیرم. من خیلی فانتزی طور نیستم، کتاب خیلی دوست دارم بگیرم، گردنبند دیگه، انگشترم دوست دارم بگیرم، یا لباسی که مثلا مد نظرم باشه، مثلا تیشرت
تیشرت با یه طرح مورد پسندم، نه اینکه مثلا طرحش روش مثلا یه اسکلت باشه بعد داره آتیش میگیره. یه سری تیشرت ها هستن روشون یه طرح بچه کنه، مثلا واقعا از اون طرح خوشم نمیاد، واقعا از اونها خوشم نمیاد. خب در ادامه ویدیو قرار بهتون بگم که یه چیز به ذهنم برسه. آهنگ مورد علاقم چیه؟ من آهنگ مورد علاقم دنسینگه که مطمئنا شنیدینش توی تیک تاک، اینستا، یوتیوب یا هر جای دیگه قطعا این آهنگ به گوشتون خورده. شاید مثلا بعضیا این آهنگ خیلی دوست نداشته باشن ولی من این آهنگو واقعا دوست دارم. مثلا این آهنگو حال میده تو هوای بارونی گوش بدی و باهاش کلیپ بگیری. این یکی از بهترین حسایی که من تا حالا تجربه کردم. آهنگ گوش دادن تو هوای بارونی، اونم آهنگ چی؟ آهنگ دنسینگ، آهنگ مورد علاقه. خب حالا از این بگذریم. چه رنگی رو دوست دارم؟ من همه رنگا رو دوست دارم بدون شک، واقعا همه رنگا رو دوست دارم. همه رنگا به اندازه خودشون خاص و جذاب هستن. و البته بگم ولی اگه بخوام که اون رنگی که واقعا میخوامش و همه جا رو اون رنگ قفلی دارم و کلا انگار اون رنگ کراش زدم بگم، من رنگ مشکی رو. مشکی یکی از بهترین رنگایی که من واقعا دوستش دارم. اکثر لباسام هم مشکی هستش. آره اکثر لباسام مشکی است و واقعا رنگ مشکی یه جذابیت و یه رنگ خاصیه. نمیتونم مثلا توصیفش کنم چطوریه. یه رنگ خاص با یه زیبایی فوق‌العاده. رنگ مشکی در مثلا که به یه زاویه دیگه نگاش کنی یه رنگ خیلی ساده و مجلسی و شیکه، ولی از یه زاویه دیگه نگاش کنی واقعا خیلی جذاب میشه. خب امیدوارم تا اینجا ویدیو واقعا خیلی بهتون خوش گذشته باشه و لذت برده باشین. لطفا نظرتون رو راجع به این ویدیو برام تو کامنت ها بنویسید و اینکه دوست دارید در مورد چه موضوعی براتون ویدیو بذارم ممنونتون میشم. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراهم بودین. خدافظ.